محصلین فارغ شده از انستیتیوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت بغلان به حضورداشت معین این اداره فراغتشان را جشن گرفتند. این فارغ شدگان که به گونه مسلکی طی 2 سال رشته‌های زراعت، اداره و مدیریت، بانکداری و برق را آموختند، از حکومت خواهان ایجاد اشتغال شدند. در ادامه تجلیل از فراغت این بار 119 تن از محصلین انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت بغلان به اشتراک معین تعلیمات تکنیکی و مسلکی و شمار زیادی از مسئولین فراغتشان را جشن گرفتند. تخنیکی مسلکی او حرفوي زده کړې د هیواد د بشري پانګې د پراختیا لپاره په نظام کې اساسي رول لري او دغه بشري پانګه له تخنیکی پراختیا، کارپنځونې، د بېوزلۍ له کمولو او اقتصادي ودې سره مستقیمه اړیکه لري. نظام قانونی ما با مردم مسلکی و تکنیکی زیاد ضرورت داره و از پیش اینها حمایت میکنه و کارهایشان قابل تقدیر است. مسئولین این انستیتوت گفتند که با همه مشکلات توانستند تا اکنون 59 دور فراغت داشته باشند. افغانستان به نام چهارراهی تجارت است، پس دستان زحمتکش شما مسلکی های زراعت، برق و حسابداری، آبادی و خودکفایی کشورمان را رقم میزند. در این دور به تعداد 119 نفر فراغت حاصل کردند که مشمول رشته هایی را که اینا فراغت کردند، رشته زراعت هست، رشته اداره و تجارت هست، رشته اداره و مدیریت هست، رشته بانکداری هست و همچنان رشته برق است، انجینری برق، انجینری ساختمانی، کامپیوتر ساینس. در همین حال محصلین فارغ شده از این انستیتوت میخواهند که زمینه کار برای آنان ایجاد شود. یگانه چیزی که ما خواهشمند از امارت اسلامی هستیم، باید با انستیتوت کثیر رشته‌ای ولسوالی نهرین کمک بکنند و با کمک کردن امارت اسلامی و حکومت اسلامی ما نیازمند هستیم که باید در اون عرصه باید کمک بیشتری شود. این در حالی است که سالانه هزاران تن از پانتون‌ها و انستیتوت‌ها فارغ شده، اما شمار اندک از آنان شامل کار می‌شوند.